ما انسان ها همیشه در پی یک مدینه فاضله ای هستیم که همه چیز رو به راه هست، عدل، مساوات، گل و گلستان، حق به حقدار رسیده، هیچ ظلم و ستمی نیست. همچین چیزی وجود نداره. همچین چیزی در خیال ها هست. حقیقت همچین چیزی وجود نداشته و نخواهد داشت. شما تصور بکنید رسول الله صلی الله علیه و سلم است. وحی الهی نازل میشه. جنود السماوات والارض با رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یک امر بکنه. در طائف جبرئیل آمد گفت یا رسول الله، الله متعال امر کرده، فرشته کوه ها آماده است، امر کن که کوه رو سرشان بریزه. گفت نه. در همین مدینه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی می‌کردند، وحی هم نازل می‌شد. در جنگ بدر 10,000 فرشته با مجاهدین در جنگ شرکت کردند. در همین جا زنا بود. صحابه زنا کردند. صحابه‌ای بود که زنا کرد، آمد اعتراف کرد. دزدی بود، کسی بود که دزدی کرد. کسی در احد بود، در یک از غزوات بود. گفتن خدا رحمتش بکنه، چه مجاهدی بود، شهادتش شهید شده، فلان شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم او فی النار، او در آتش است. یا رسول الله، این جهاد کرد، چندین نفر از مشرکین رو به کشت. گفتم برید در بین وسایلش ببینید. رفتن دیدن که یک چیزی رو از غنیمت پنهان کرده. در همین مدینه منافقین بودن. عبدالله ابن ابی ابن سلول بود، دار و دستش بود. در غزوه احد 700 و چند نفر از منافقین از لشکر رسول الله صلی الله علیه و سلم جدا شدن. در نزدیکی های میدان معرکه جدا شدن، رفتن. پس در مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم منافقین بودن. دزد بود، زناکار بود، شرابخور بود، رباخوار بود. یعنی شما بگید که یک شهری رو ما میخوایم درست بکنیم که در او هیچ چیزی نباشه، همه پاک باشن، امکان نداره. این بشر است. پس اون مدینه فاضله ای رو که فلاسفه در ذهن خودشون داشتن هیچ امکان نداره در دنیا. پیامبران نتونستن همچون یک مدینه فاضله ای رو درست بکنن و ما هم نمیتوانیم. در جامعه منافق هست، در جامعه گناهکار هست، خطاکار هست. همه بشر در یک سطح نیستن. ما بعد از 40-45 سال، شما فکر بکنید هر 20-25 سال یک نسل عوض میشه. ما 3 نسل ما در افغانستان در جنگ و بدبختی و جهل و نادانی و درگیری و در بین توطئه‌های دشمن، حماقت‌های خود ما، در خیانت‌ها. کسی که در سال 1357 سال کودتای کمونیستا به دنیا آمده بود، الان یک پیرمردی است. نیم قرن گذشته تقریبا. شما در 24 ساعت نمیتوانید این ملت رو پاکیزه در سطح جامعه های مدرن و پیشرفته قرار بدهید. زمان نیاز است. حداقل یک نسلی نیاز است که بگذره. به خاطر همین همیشه با دعوتگرانی که شکایت میکنن از برخورد بزرگسالان و موسفیدان با هیچ وقت با اونها درگیر نشوید. شما با جوانها کار بکنید. این نسلی است که اولا تغییرش خیلی مشکل است. مدت زیادی میخواد که تغییر بکند. بهشان احترام میگذاریم. بزرگان ما هستند، تاج سر ما هستند. اما برید رو نسل آینده کار بکنید. و آینده یک مملکت در دست جوانهایی است که امروز در سن جوانی و نوجوانی قرار دارند. پس برادر عزیز، ما امروز نباید مثلا از امارت اسلامی توقعی رو داشته باشیم که در این 5-6 سال یا حتی تا 5-6 سال آینده، تا 10 سال، تا 1 دهه 2 دهه جامعه رو بیارن همه مشکلات جامعه رو حل بکنن. شما ببینید خیلی از پروژه‌ای رو که امروز
طالبا دارن در افغانستان، در امارت اسلامی دارن اجرا میکنن واقعیت است. این رو شاید خودشان پروژه‌ای بود که در همین حکومت جمهوری انسان‌های دلسوز، انسان‌های یعنی وارسته‌ای بودن، همه بد نبودن، انسان‌های خوبی در بینشان بود. پروژه‌ای که در نوسازی بعضی از مناطق شهر بود، پروژه‌ای مثل قشت‌تپه و خیلی از پروژه‌ای که بود. اینا افکار امارت اسلامی نیست. اینا پروژه‌ای بود که انسان‌های وطن دوستی در همون دوران اینها رو آماده کرده بودن و میخواستن اجرا بکنن، اما پروژه‌ای که نفعش، فایدهش برای 40 میلیون افغان بود، به خاطر یک قاتل جانی جنگسالار جنایتکار، به خاطر منافع او این پروژه متوقف شده بود. وزیر رو تهدید کرده بودن اگر این پروژه اجرا بشه، چون اگر این پروژه اجرا میشد قصر مثلا جناب عالی در مسیر این پروژه قرار داشت، باید خراب میشد. نه، این پروژه نباید اجرا بشه. بابا این پروژه به درد 40 میلیون جمعیت کشور میخورد، اما نه، به خاطری که با قصر این جنایتکار، این ظالم جنگسالار ستمگر برخورد میکرد، وکیل رو تهدید میکردن، وزیر رو تهدید میکردن، رئیس جمهور حتی تهدید میکردن. امروز که کسانی آمدن در حکومت که همون زورگوها، همون ظالمین، همون ستمگران رو برابر پشم اهمیت نمیدن. به خاطر همون میبینیم که در طول 4-5 سال خدمتی که اینها کردن به افغانستان، در 20 سال حکومت جمهوری کسی نتوانست انجام بده و بیش از 80% خدمات عامل منفعی که در افغانستان باید اجرا میشد به خاطر همین زورگویا، به خاطر همین جنگسالارا، به خاطر همین جنایتکارا متوقف شده بود. طرف آمده بود 4 طرف خانه خودش رو بلاک‌های سمنتی گذاشته بود، نصف خیابان را بسته بود، مردم در ترافیک گیر کرده بودن، هیچ کس جرئت نداشت چیزی بگه. بچه فلان قماندان است یا فلان قماندان است. اما اینا آمدن همه این موانع رو برداشتن. شما از تعدادی که سالها 20 سال در کوه بودن، در جنگ بودن، شاید لباسشان، سر وضعشان مثل اونایی که سابق بودن و نکتایی میزدن و کت شلوار میپوشیدن و ریشا رو چپه تراش میکردن، شاید به اونها نرسن، حالت عادی داشته باشن. اما شما خدمتشان رو ببینید که کاری که اینا در 4-5 سال کردن همونا نتونستن انجام بدن. باور به خدا بکنید، من طرفدارشان نیستم و شوخی کردم با یکی دوستان، اگر من امروز افغانستان برم شاید فردا همینا منو بکشن. اما باور کنید از کنسولگری ها گرفته تا سفارت ها تا وزارت خانه ها، زمین تا آسمان رفتارشون فرق میکنه. امروز یک جوان احمق، بی فرهنگ، بی ادب، بی تربیه‌ای که به خاطر واسطه‌ای که خیش فلان رهبر بود در فلان کنسولگری به عنوان دیپلمات کار میکرد، چنان به قول معروف آسمان رو با لگد میزد، چنان رفتار زشت میکرد با مراجعین، با انسانهای کوچیک و بزرگ، با پیرمردها، پیرزنها، چون تربیت نشده بودن اینا. فقط چیزی که در اینها رو به آدم مانند کرده بود اون کت شلوار و کروات و ریشای تراشیدهشان بود. اما امروز ببینید یک ملای آمده، مفتی صاحب، قاری صاحب، ملا صاحب بهش میگن، لنگی رو چپ و راست زده، یک پیرزنی رو میبینه دم در، خودش قنصول، سفیر، میاد پایین، مادر چه خدمت، یک نفر بگیرید کارش اجرا بکنید، تمام بکنید. من اینو از هوا نمیگم، اینو دیدم، با چشم خودم بارها شاهد بودم. والا یک مشکل داشته باشی زنگ میزنی به شخص سفیر، به شخص قنصول همین از طالبا که هستن در بعضی از کشورها، نصف شبم باشه تلفنش رو جواب میده. والله با یکی از برادران یک مشکلی داشت، گفت به فلانی اگر بشه زنگ زدم، باور کنید نصف شب تلفن رو جواب داد. در سفر بود، تلفن رو جواب داد، شخص دیگری رو موظف کرد، قبل از نماز صبح اون شخص زنگ زد، گفت که چند را خدمتی هست که براتون اجرا بکنم. ما نباید این خوبی ها رو نادیده بگیریم، بیاییم به خاطر خوب کردن و بهتر کردن اینها تلاش بکنیم. نه اینکه دیدیم مثلا حزب آمد، جمعیت آمد، جنبش آمد، آمریکا آمد، ناتو آمد،
چپ و راست هر کس آمد، کمونیست آمدن، این کودتا کرد، اینو زد، اینو کشت. چی شد نتیجه؟ هیچ. 40-45 سال در بدری، مهاجرت. امروز در ایران چگونه با اون رفتار میکنن، در پاکستان چگونه رفتار میکنن، در بقیه کشورهای دنیا. بس از بیایم اصلاح بکنیم، بیایم نصیحت بکنیم، بیایم در کنار همینا وایستیم. اگر روزی کار به گروه رسید، بعد جنگ کردن، کودتا کردن، انقلاب کردن آسان است و ما ماشاءالله تاریخ 5000 ساله داریم در جنگ کردن و در این چیز، کوتاه هم نمییم.